سلام دوستان، خوش اومدید با یه ویدیو دیگه با آموزش گولد کردن اسنایپر DLQ33. برای گولد کردن اسنایپر DL ما باید این رنگ ها را باز کنیم. این و این. خب برای اولی باید 350 تا کیل ساده به دست بیاریم، یعنی 350 تا انمی رو بکشی، میدونی هر طور که دلت میخواد بکشی. و برای بعدی نوشته 45 تا کیل نشسته، باید بشینی و 45 تا کیل بزنی در حال نشستن انمی ها رو بکشی. برای بعدی 120 تا کیل از راه دور میتونی مپ بزرگ بیاری و 120 تا انمی رو باید از راه دور بکشی. برای بعدی نوشته باید با فول اتچمنت 135 تا کیل به دست بیارید. بچه اتچمنت یعنی چی؟ یعنی اینا چند تا چی 5 تا بذارید، میتونید مثل مال من درست کنید. و کجا بودیم؟ 135 تا. و برای بعدی 50 تا کیل هدشات، بعد 50 تا کیل هدشات بزنید. برای بعدی باید 60 تا کیل بدون هیچ اتچمنتی داشته باشی، هیچی اتچمنت روی سنایپتون نداری و 60 تا کیل به دست بیارید. ممنون که تا انتهای این ویدیو با من بودید و اگه میخوای ویدیوهای بیشتر ببینی ما رو حمایت کن و چنل منم ساب کن و خدافظ تا یه ویدیو دیگه.